یک سوال مهم، خودم میتونم ماشینم رو صفرشویی کنم؟ توی این ویدیو قرار هست به این سوال پاسخ بدم. حتما ویدیو رو تا انتها نگاه کن. سلام، من محمد رضا هستم و خیلی خوش اومدید به چنل ماشینداری. توی این ویدیو قرار هست که یه سری راهکارهایی رو بهتون بگم که با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن توی خونه با همین ابزارالات و تجهیزات و مواد شوینده کاملا پیش و پا افتاده و در دسترسی که دارین داخل ماشینتون رو کامل صفرشویی کنید. توی این ویدیو بیشتر فوکوسمون روی قسمت‌های پلاستیکی مثل رودری، داشبورد، ستونه‌ها و بقیه جاهای داخل ماشین هست که به صورت پلاستیکی تولید شده. پس بریم روند کار رو ببینیم، قدم به قدم توضیح براتون میدم و امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. به چنین فرچه‌ای برای اعمال مواد شوینده روی سطح نیاز داریم. میتونید از فرچه لباس هم استفاده کنید. یک مسواک برای نقاطی که دسترسی به اونها سخته. یک اسفنج جادویی یا اسفنج نانو که از فروشگاه شوینده بهداشتی میتونید تهیه کنید و قیمت چندانی هم نداره. 2 عدد دستمال تمیز ترجیحاً ماکروفایبر. به یک محلول پاش یا اسپری آبپاش هم نیاز داریم برای پاشیدن مواد شوینده بر روی سطح. مقداری مایع ظرفشویی و یک قلم صفرشویی برای دسترسی به گوشه کنارهای کار. اگر از این قلم ها نداشتیم میتونید از فرچه های نقاشی با عرض 2 سانت تهیه کنید. به ازای 1 لیتر آب 2 قاشق غذاخوری مایع ظرفشویی نیاز هست. محلول شوینده آماده شده رو روی سطح بپاشید و مقداری هم فرچه رو آغشته کنید و به صورت دایره شکل مطابق چیزی که در تصویر میبینید شروع به کار کنید. دقت کنید در حین کار فرچه رو خیلی روی سطح فشار ندید. با دستمال اول کلیت اون ناحیه رو تمیز کنید و با دستمال دوم اقدام به خشک کردنش کنید. برای انجام کار کاملتر از اسفنج نانو کمک میگیریم. مجددا مقداری از مواد شوینده رو روی سطح و مقداری هم روی ابر اسپری میکنیم و مطابق تصویر شروع میکنیم به صورت تار و پودی اسفنج رو روی سطح حرکت میدیم. استفاده از اسفنج نانو در این مرحله کمک میکنه تمام جرم های کهنه شده بر روی سطح به صورت کامل پاک بشن. اگر فرچه در دسترستون نیست میتونید از یک مسواک کمک بگیرید تا عمل تمیز کردن اون سطح رو بعد از پاشیدن مواد شوینده انجام بدید. نقاطی که اشاره میشن عمدتاً دسترسی سختی دارن. تو این جور موارد استفاده از یک مسواک کمک میکنه تا کار به صورت کامل انجام بشه.
نقاطی که در گوشه و کنار کار هستن به کمک قلم صفرشویی یا همون قلموی عرض 2 سانت نقاشی که بهتون گفتم به صورت کامل شسته و تمیز میشن. همونطور که توضیح دادم برای سایر قسمت هایی که از جنس پلاستیک هستن مثل کنسول، داشبورد، ستون ها دقیقا به همین ترتیب عمل میکنیم. مواد شوینده پاشیده میشه، با فرچه کاملا تمیز میشه، 2 مرحله دستمال میزنیم و از اسفنج کمک میگیریم تا جرم روی سطح به صورت کامل پاک بشه. همونطور که میبینید بعد از انجام کار سطح پلاستیک کاملا تمیز، عاری از هر گونه جرم و کاملا مات شده. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه و برای دیدن آموزش های بیشتر حتما کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید.